دکتر صاحب محترم افغان سلام موساداری هستم امروز باز و تعقیب لکچر قبلی ما که در مورد سکت‌های مغزی بود بخش دوم از این را خدمت شما میخوایم تقدیم کنم و امیدوار هستم که تا آخر با ما باشین. ما وقت ضایع نکرده بلکه با استفاده از این وقت میخوایم لکچر را شروع کنم چون موضوع کلان است و وقت کمتر میخوایم استفاده کنم و گپ‌های اضافی. لکچر دوم ما شامل از این است که ساحاتی که توسط شرايين مغزی اروا میشه و کجا و چه قسم اعراض از خود نشان میده، سندرومایی که به وجود میاد چی است و چه قسم میتونه دکتر اون را تعیین کنه. و گفتیم که تو شریان عمومی قدامی داریم که به نام anterior circulation اینا یاد میشن. هر دوی زی منشأ خود از قلب میگیره، بعد از او از شریان کروتید عمومی میگیره و بعد از او کروتید داخلی است که در نهایت وقتی که داخل مغز میره و medial cerebral artery، anterior cerebral artery و anterior choroidal artery اینا تقسیم میشه. middle cerebral artery قسمت اعظم از اروای دو نیمکره را هر طرف به طرف خود در حدود 3/3 اگر 4 تقسیم کنیم 3/4 قسمت های مغز توسط میدل سربرال آرتری اروا میشه. انتریور سربرال آرتری قسمت های قدامی را و قسمت های داخلی دو طرف نیمکره را و اینها چی میکنن؟ اروا میکنن و کوریدال آرتری فقط داخل یک چند استراکچر داخلی است که در سندرومش میایم بالش میبینیم میگیم. قسمت پاستریور سرکولیتینگ شروع میکنه اینا خود هست شریان ورتبرال است و ورتبرال است چون از نامش پیداست شریانی است که از ستون فقرات از ورتبری به اصطلاح از طریق راههای ازی است و بالا میاد و قسمت عقبی مغز. قسمت عقبی مغز اینا باردوش یکی میشه و یک شریان را میشه و نام بازیلر آرتری است. بازیلر آرتری از خود شعبات کوچک صاحبی میته و شعبات القوی که به قسمت بالا و پایان مخیخ یا سربیلوم میته که به نام superior cerebral artery یاد میشه و دیگه anterior inferior cerebral artery یاد میشه و یک شعبه دیگه کوچکی که در برای سربیلوم یا برای مخیخ داده میشه به نام posterior inferior cerebral artery یا پیکا که میگیمش به او داده میشه. دیگه در آخر ختم میشه به posterior cerebral artery یعنی در قسمت های عقبی سربروم یعنی نیمکره عمومی مغز توسط ازی اروا. ای بود از جمله anterior و posterior circulation از نظر به ای که کدام جا توسط کدام circulation اروا چون که از نامش پیداست anterior قسمت‌های قدامی مغز و posterior قسمت‌های خلفی اروا وقتی که اگر استروک در قسمت anterior تأسیس کنه. استروک گفتیم عبارت از بندش و یا باز شدن جریان خون که در نتیجه به خود نسج مغزی خون نمیرسه. وقتی که به نسج مغزی خون نرسید اعراض علائم به وجود میاد. اگر این خون نرسیدن یا می استروک که از در قسمت انتریور باشه و ای از سبب بندش خود شریان اینترنال کاروتید آرتری یا یکی از شعبات از که گفتیم MCAS, ACS و کرویدال انتریور است دایی باشه چی اعراض این هم یک دیاگرام است که نشان میده قسمت CON زیادترین قسمت از سر توسط شریان میدل سربرال آرتری اروا شده. زیادترین قسمت از مغز که ببینیم قسمت لاترال روب فرونتال، روب پاریتال، روب تمپورال، خصوصا قسمت های بیرونی تمپورال توسط ازی شریان اروا شده و نظر به موقعیت هر علاقه که در ساحه‌ای که به وجود میاد مثلا قسمت بالایی ازی شریان میدل سربرال آرتری وقتی که مبرایه و قسمت ساقش به شعبات تقسیم میشه اینا یک شعبه عمومی بالایی میسازه یک شعبه عمومی پایین. یکی از شعبات از یک بسته شده نظر و موقعیت خود در حاضر مختلف میته که حالا بالایش گپ میزنیم. ببینیم فرضاً سوپریور برانچ ازی برانچ بالایی که از میدل سربرال منشأ میگیره. وقتی که قسمت بالایی ازی بسته شده اینی ساحه بالاتر از سلون فیشر قرار داره در اونجا و اصطلاح ساحه را انفارکت میده. وقتی که انفارکت داد اعراض علائم ازی قرار است. میتونه پیش مریض کانترالاترال همیپلاژیک بده یعنی به این معنی فلج مکمل یا فلج تام طرف مقابل وجود که شامل روی است، شامل پای است و دستا هست و در اینجا اپر لمب یعنی دستا زیادتر از پاها مساق میشه.
برخلاف در anterior circulation وقتی که در anterior cerebral artery که شریان است که مربوط به اروای اینی قسمت است. شما اگر متوجه باشین ما ماوس ببینین anterior cerebral artery فقط قسمت های داخلی هیمسفیر سریبری را یا اینا اروا میکنه. اگر اون مساب شود اوجه باز پاها نسبت به دستا زیادتر مساب میشه. contralateral hemisensory loss میتونه پیش از این موجود باشه. conjugate gaze paresis میتونه موجود باشه. مریض با طرف معوف لیژن خود در مغز نگاه میکنه. بروک افازیا در تولید تکلم است. یعنی مشکل در گپ زدن، در تولید گپ زدن است، نه در فهم گپ زدن. اگر قسمت پایانی ازی که عبارت از همون برنچه که یک گرم بالا میره یک برنچ دیگر پایان میره اگر او مساب شده باشه در این صورت پیش مریض همون ایمیانوپی کانترالاترال است و این معنی که ساحه دید مریض اگر در نظر بگیریم به طرف مقابل نیمه ازور مریض نمیتونه ببینه. یعنی اگر مساب شده طرف چپ مریض طرف راست خود ساحه دیدش از دست میده. ورنیک دیسفزی یا افزیای ورنیک اگر در صورت معاف شدن نیمکره طرف چپ مریض در صورتی که اگر پیش مریض ما دستراست باشه که اکثرا 90% مریضای ما دستراست هستن 90% تقریبا مردم بین 85 تا 90% دستراست هستن. پیش از این مردم ها وقتی که مصاب شود قسمت پایانی میدل سریبرال آرتری پیشان ورنیک دیسفزیا وجود میاد. ورنیک دیسفزیا در حقیقت مشکل در فهم یا درک سخن گفتن است نه در تولید سخن. اگر طرف راست مصاب شده باشه پیش مریضایی که با وجودی که دست راست هستن یعنی دست راست هست گپ میزنن مریضایی به حساب کار میکنن پیش از اینا اگر طرف راست مغزشان مصاب شده باشه پیش از این مریضا سپیشال نگلکت وجود میاد. سپیشال نگلکت به این معنی که وجود خود نمیفهمه که در کجا قرار داره. هر کس ما وقتی که در چشم ما استفاده نشه خود موقعیت فضایی جسم خود ما میتونیم از نظر امی طرف راست مغز خود و قسمت پریتال مغز خود میتونیم ما تعیین کنیم که کجا جسم ما در فضا قرار داره. موقعیت فضایی پیش از این مریضا از بین میره جسم همون طرفشان که فلج است با وجودی که فلج است موقعیت فضاییشان نمیتونن تعیین کنن. اگر ساحه که مصاب شده است بر اساس ازی باشه که ساقه خود میدل سریبرال آرتری بسته شده پس در این صورت پیش مریض میکس اردو بالا و پایان بالا گفتیم شعبه بالایی و شعبه پایانی ازی که هر دو یک جای مصاب شده یعنی مجموعه از این اعراض با وجود میاد که در اینجا یک چیزی که میخوایم بگم گلوبال دیسفزیا هست که در اینجا گلوبال دیسفزیا شامل از است که مریض نمیفهمه و نمیتونه گپ بزنه و همچنان این حالت در روز دوم الی سوم الا در بعضی اوقات روز هفتم سبب میشه که مریض اودایما با وجود بیاد. وقتی که هیدایما با وجود آمد در ساحه‌ای که نکروز شده یا اینفکت داده پیش مریض مالگنانت میدیا اینفکت میتونه با وجود بیاد و مالگنانت میدیا اینفکت کشنده هست به خاطر فشار داخل قفی به اندازه بلند میره که سبب هرنیشن قسمت های دیگه از مغز میشه و سبب بندش مشکل در قلب کنترل وظایف قلبی و کنترل وظایف تنفسی میشه و مریض. خب این بود در وقتی که مشکل در شعبات بالایی پایانی و در ساقه عمومی موجود. اگر مشکل در ساحات یعنی رگای کوچک که لنتیکولوس ریتال رگای کوچک که ساحات لنز ماننده یا ساحات به اصطلاح استریا ماننده و لنز ماننده که لنتیکولوس ریتال آرتری و نشیات میکنند اینجا اگر با وجود بیاید پیش مریضا مشکل ما به اندازه کوچک است نظر با یکی از کدام شریان ایجا گرفته شده و اکثرا این شریان های که ایجا هست ببخشید ساحات را اروا میکنه که عبارت از بازل گانگلیا هست کپسول اینترنا هست که میتونه پیش این مریض یک پلیژی تام سنسوری باشه یا پلیژی تام حرکی باشه یا ایسی باشه با تحسس کنه در صورتی که اگر بیزل گانگلیا را خصوصا بخش پوتامن و گلوبوس پالیدس اگر نامصاب کنه یا یک اینفکت او ساحه موجود باشه پیش مریض میتونه اعراض پارکینسونیان یا پارکینسونیزم واسکولار بهشان به وجود بیاید. که آمدیم سر بخش انتریور سریبرال آرتری. انتریور سریبرال آرتری سندروم ازی است که زیادتر پاهای جدا مصاب میشه چون ساحه پا
در وقتی که دو طرف مغز نظر بگیریم، پاها در این قسمت است، جنیتالیا در قسمت پایانترش است و بعد از روی و دست و قسمت های ترنک وجود است که توسط رسم میشه. شما اگر متوجه باشین در درسای خود در آناتومی و در فیزیولوژی مغز، همچنان در سیمولوژی نیورولوژی میتونید ببینید که هومونکولوس چه قسم است. هومونکولوس همون انسان سرچپی است که در سطح کورتکس رسم کردنش، که در اینجا پاهای ساحاتی است که توسط anterior cerebral artery اروا میشه. اگر در ساحه فرونتال باشه ایرکی است، ساحه تمپورال باشه یعنی پست سنترال جایروس قرار داشته باشه، در صورت ساحه سنسوری است که اعراضش نظر به هر جای فرق میکنه. فرونتال اگر مصاب شده باشه پیش مریض میتونه حالت میوتیزم به وجود بیاره، میتونه ایمیپاریسیس و خصوصا پاها زیادتر مصاب شدن، حتی تا پارالایزیس پا میتونه باشه. در حقیقت مونو لیمب پارالیسیس است. دستا میتونه یک اندازه مصاب شده مگر پاها زیادتر مصاب است. گیت اپراکسیا به وجود میاد در صورتی که سنسوری ساحاتش مصاب شده باشه، با وجودی که مریض میتونه حرکت خود داشته باشه اما از نظر ایسی مصاب است. پس امو امبولیشن یا حرکت کردن توسط پا پیشان به اصطلاح از یادشان میره و گیت اپراکتیک میشن. این رازی است که توسط anterior cerebral artery میتونیم پیش مریض ها کشف کنیم. سندروم های میتونه کانترالاترال هیمیپلژی در صورتی که بخش کرویدال آرتری است. کرویدال آرتری همون شریان کوچکی است که قسمت عقبی کپسول انترنا، یعنی پوسترال لیمب آف کپسول انترنا و نوکلیوس لنتیفورمس این توسط اروا میشه که میتونه کانترالاترال هیمیسنسوری یا موتوریک هیمیپلژیا باشه و هومونیم هیمانوپیا باشه. هومونیم هیمانوپیا به خاطر که وقتی که سیگنال‌های چشم میاد توسط نروس اپتیک و نروس اپتیک باز وقتی که به ترکت خود میرسانه، ترکت میاد در ساحه میدیال یا در قسمت پاستر میدیال تالاموس، اینا به نام لاترال جنیکولیت بادی رو میسازه. لاترال جنیکولیت بادی مسئول از این است که کانجوگیت کنه تصاویره. وقتی که تصاویر دیجا اگر امی ساحه که انترنال کپسول نوکلیوتیفورمس و سب لنتیفورم پارتا ساحه است که در این قسمت ما امو لاترال جنیکولیت بادی هم دست نزدیکش است و اگر قطع شد همین فایبرهایی که به اون میرسه به خاطر از اینکه یک انفارکت تحسس کرده پیش مریض یک هیموپسی که posterior circulation stroke. حالا آمدیم سر استروک هایی که توسط شریان های کوچک. اینجا بسیار یک موضوع کم مغلق میشه به خاطر که اینجا استراکچر ها بسیار کوچک است، میتونه با هم دیگر اعراض مختلف بده، بلکه بعضی وقت خیلی سخت است تا که ما بفهمیم کجا مشکل داره. اما خیلی که بفهمیم که ما در پوستریور ما مشکل داریم امی کفایت میکنه. در بعض حالات بعض سندرومایی را میتونه تشکیل کنه که خود سندروم مثلا مجموعه از اعراض پیش مریض جلب بکنیم، میبینیم که با کجا میخوانه خانش ازی با کدام قسمت هست. از نظر تداوی به مریض کدام فرق نداره، بلکه برای دکتر نشان دهنده از است که چقدر پرسایز است، چقدر میتونه درست تعیین کنه و جای به اصطلاح. فعالیتی که توسط پوستریور سرکولیشن یا اروا میشه عبارت از مخیخ است، سربلوم، مدولا ساقه دماغ قسمت پایینیش است، پانس است قسمت مرکزی ساقه دماغ یا پیاز دماغ که میگیمش، مدبرین قسمت بالایی مغز دماغ است، تالاموس است، اما دو نوکلیوس هایی که سبب به اصطلاح هماهنگی اسیت بین وجود و مغز میشه. سبتالاموس نوکلیوس است، هیپوکامپوس است، ساحات حافظه هست، میدل پارت آف تمپورال لاب است که ساحات قسمت های متوسط لوب تمپورال است و ساحه دید است که در لوب اکسیپیتال است. یعنی شما اگر اینجا ببینید میتونه پیش مریض اگر کجا تحسس کرده باشه سبب بعضی از علائم میشه که از علائم دید شروع، علائم حافظه شروع، علائم ایسی داره پیش مریض. دوی که مشکلات در میدولا و پونس و میدبرین که دیگه تا 12 زوج قفی که از نروس الفاکتوری شروع و در نروس هایپوگلوسوس ختم میشه در این قسمت ها موجود است. سریبیلوم از بیلانس و موازنه و اتاکسی راز میتونه داشته باشه.
میایم پوستر سرکولیشن رو رسم میکنیم، میبینیم چی است. گفتیم دو شریان ورتبرالس است که از کانالس ورتبرالس در سون فقرات گردنی ما از اونجا میآید، منشأ میگیره از دو طرف و میسازه یک شریان بازیلر. در این قسمت و بازیلر از شعبات کوچک داره، شعبات طویل بزرگ داره. شعبات کوچکش مرکزی است، میتونه اندک محیطی باشه. شعبات طویل محیطیش میره به سربیلم یا به مخیخ که اکثرا دو شعبه عمومی داره. در اینجا که بارت سوپر سربیلر آرتریس و انفریور سربیلر آرتری است و یک شعبه دیگه که بنام پاستر انفریور سربیلر آرتری به نام پایک هم میگن، او را باید در نظر بگیریم. در ختم تبدیل میشه یا تقسیم میشه، یعنی استاپ میشه به شریان پوستیرور سربرال آرتری. اینجا کلمه پوستیرور سربرال و سربیلر باید از هم دیگه فرق کنیم. دو طرف اینا تقسیم میشه که اینا مسئول اروای اکسیپیتال لوب هستند. همچنان در یک پل بین قسمت پاستریور و انتریور، قسمت قدامی و خلفی در شریان، در اروای شریان‌های مغزی موجود است که این پل را به نام کامیونیکیتینگ یا مشریعین که با هم دیگر گپ میزنن یا ارتباط قرار میدن، یا به اصطلاح پل مانند است که در عقب دو دانه موجود است، در پیش روی که است یک دانه موجود است که همون سرکل یا حلقه ویلیس میسازن. ای بود از نظر شریانا که در کجا و چه قسم قرار دارن. اینا نظر به اینکه کجای قسمت معاف شده. آیا پانس معاف شده که پانس البته اینجاست، این صاحب پانس است. میدولا معاف شده و یا اینکه میدبرین معاف شده قسمت بالایی، میتونه سندروم های مختلف و اعراض مختلف بده. اگر میدولا رو در نظر بگیریم قسمت مرکزی یا قسمت محیطی، میدولا ساختمان به اصطلاح آخری در ساقه دماغ است که میتونه در قسمت وسط خود یا در قسمت جنبی خود سبب انفارکت شود. اگر قسمت وسطش که به نام میدولاری سندروم است، ما شاید پیش مریض میتونه ایپسیلاترال فلج 12 باشه، یعنی سرطان هایپوگلوسیس طرف خود طرف و طرف مقابلش میتونه کانترالاترال هیمیپارژیا و هیمانستیزیا بته، با فرق ای که دیگه روی پیش این مریضا سپیر میشه، یعنی رویش جور است. طرف مقابلش میتونه پلژیک باشه از نظر سنسوری و از نظر حرکی. اگر قسمت های لترال میدولا، یعنی میدولا ابلونگاتا در قسمت لترالش معاف شده باشه، در این صورت لترال میدولاری سندروم میده که اعراض ایپسیلاترال و اعراض کانترالاترال. اعراض ایپسیلاترالش عبارت از فلج اعصاب دوم یا واگوس است که میتونه پیش مریض قیات به وجود بیاره، اریتمی به وجود بیاره، میتونه پیش مریض یک کپس به وجود بیاره، یککایی که بسیار دوامدار است و قابل نمیشه. پیش مریض میتونه دیگه سریبلر ساینس، اعراض مخالف، اعراض بالانس به وجود بیاره، نمیتونه درست بالانس خود بگیره، نمیتونه موازنه بگیره، نمیتونه که یک به حساب اتاکسیک میشه، نمیتونه درست یک کار را به شکل سموت یا عادی انجام بده. کارنر سندروم به وجود میاد. کارنر سندروم مشخصاتش باید یاد داشته باشیم که عبارت از پتوزیس، مایوس، ساینایدروسیس. دیگه ای که impaired pain and temperature touch in the upper half of the face. در این قسمتش ما بالاترین قسمت هایی که همون طرف معاف شده، احساس درد، احساس حرارت و احساس تچ بشن غیر منظم میشه. در طرف مقابل چی به وجود میاد؟ در اینجا pain and temperature over the body impaired میشه، یعنی احساس اگر این طرف ما مثلا میدولا ابلونگاتا این طرف ما طرفی که نشان میتون معاف شده باشه، در طرف مقابل وجود ما احساس pain and temperature، احساس درد و احساس حرارت از بین میره. بازیلری آرتری، شریان بازیلر آرتری که در حقیقت پانسه، جاترین قسمت پانسه ایروا میکنه و بازو بالا میره به طرف ختم شریانه که گفتیم پوستر سریبرال آرتری بود و همچنان شریانهای کوچکی که اطراف به شکل محیطی پانسه ایروا میکرد و شریانهای سرکمفرنشیال بزرگ که دو طرف بالا و پایان سریبرال میرد. اگر بازیلر آرتری اوکلودیت شده باشه میتونه که برین استیم به شکل بایلاترال اعراض به وجود بیاره. یعنی فکر کنین اگر شریان وسطی بازیلر استاپ شوه یا یکی بند شوه،
در اینجا ساحاتی که معوف میشه عبارت از خود پانس است، قسمت های مرکزی ازی است. وقتی که معوف شد تمام جایایی که مربوط به نوکلیوس ها یا هسته های شرايين ببخشید اعصاب قفی است در همون ساحه اعراض میده و اعراضشان اکثرا دو طرفه است. به این معنی فشل پاریزیس همراه با فشل پاریز طرف دیگه میتونه که اعصاب مختلف مصاب شود. یعنی در حقیقت دو طرفه بودن اعراض اعصاب قفی در نظر بگیریم. Conclusion of basilar artery branches در صورتی که برانچ های ازی مصاب شود، یعنی خود مرکز نه بلکه اطراف میشه، یعنی چوچه‌ای که محیط شد به اصطلاح اروا میکنه مصاب شود. فرقش از این است که دیگه یک طرفه میتونه بته، میتونه موتور، کورتیکل و کرانیال نرو میتونه به شکل یک طرفه اعراض بته که اینجا برای ما باید فرق میتونیم کرد که مریض ما با فلج یک طرف روی میایه با یک موتور پاریزیس طرف دیگه طرف میایه. نشان دهنده از است که کراس پارالایزیس پیش یا پاریزیس موجود است. فرقشان امی است که از وقتی که اگر مشکل بالاتر از ساقه دماغ باشه به صورت عموم یک طرف روی پای دست مصاب میشه، اما در قسمت برینستم باشه یک شکلی است که روی این طرف و پای دست این طرف مصاب میشه که اینجا یک فرق عمده خود ما با مصابیت قسمت قدامی داریم. Complete basilar artery occlusion اگر بسته شوند به صورت مکمل مریض در لاکتن سندروم میره و لاکتن سندروم عبارت از او حالت است که نمیتونه مریض حرکت کنه، ایست داشته باشه، گپ نمیتونه بزنه، نان نمیتونه بخوره، فقط یگانه کاری که میکنه امی است که یک اندازه چشم خود حرکت دادن میتونه و میتونه ببینه و میتونه بوی کنه. دیگه کار از مریض ما ساخته نیست. خب میایم اگر پانس میایم در مصابیت خود پانس میبینیم، یعنی پیاز دماغ، پیاز ساقه دماغ عبارت از پانس است. اگر قسمت مرکزیش مصاب شده باشه و قسمت محیطیش مصاب شده باشه چی اعراض میده؟ این در حقیقت ما دو سندروم داریم، دو کاتگوری داریم. مریضایی که داخل مصاب میشن یعنی قسمت های مرکزیش مصاب میشن، مریضایی که قسمت محیطیش مصاب میشن. اگر قسمت میدیالش مصاب شود پیش مریض کورتیکوسپینال ترکت است، به این معنی اعراضش اسپاستیک پاریزیس طرف مقابل میتونه باشه. میتونه اعراض لامینسکل میدیال میتونه به وجود بیاید که عبارت است از بین رفتن احساس تچ از تورسو یا قسمت های احساس طرف مقابل، نیم طرف مقابل وجود احساس تچش از بین میره و همچنان اگر در این حالت اگر کرانیال نرو پاریزیس بته ابدوسنس هم میتونه بزنه در صورتی که روتش مصاب شده. یعنی به این معنی ابدوسنس عبارت از او به اصطلاح اعصاب یا نرو است که سبب کش کردن چشم به طرف لاترال میشه. اگر این طرف مصاب شده باشه پس در این صورت آور اکتیو بودن اعضا از دیگه چشم میکشه به طرف میگیره. lateral inferior پانس سندروم. حالا میبینیم قسمت پانس، قسمت های انفریور پانس و بلکه بیشتر میدیالش گفتم حالا لاترالش. به این صورت اگر مصابیت در اینجا باشه اعراض آیکش موجود. آیک عبارت از آرتری انفریور سیربرال آرتریس و ساحاتی که اروا میشه پیش از این اعراض میده که عبارت از فاشیال نوکلیوس و اینتراکسیال نرو فایبرهای ازی است که اعصاب فاشل وقتی که مصاب شود پیش مریض درست یک فاشل پاریزیس به وجود میاد. احساس 2/3 قدامی تیست یا احساس ذائقه 2/3 قدامی از زبان از بین میره. پیش مریض اشکریزیش از بین میره و سالیویشن کم میشه، خاطر که امی خدواتی که مربوط به لاکریمیشن و سالیویشن هستن اینا هم پیشان مربوط به عصب هفتم است و استاپیدال رفلکس از بین میره. استاپیدال رفلکس به این معنی است وقتی که یک صدای زیاد ما میشنویم، بسیار که چی باشه صدا مثلا خیلی خیلی زیاد باشه، ما یک احساس در گوش خود به اصطلاح ناخودآگاه به وجود میاریم تا اینکه مقابل از این ما یک دفاعی گوشی داشته باشیم، دفاعی صدایی. اما وقتی که این رفلکس از بین بره صداهای بسیار کوچک هم میتونه برای ما بسیار مخرش باشه. این عبارت از فلج عضله استاپیدیوس است که یگانه عضله است که در قسمت گوش متوسط توسط اعصاب هفتم اروا میشه. میایم سر میدیال پانس سندروم، قسمت های مرکز پانس.
به وجود به حساب تخریب شود یا ای که توسط ایروای ناسالم یا ایروایش در اوج برهم بخوره. در اینجا اگر پارامیدیان پانس پاگیسیس به اصطلاح میگن پارامیدیان پانس انفارکت به وجود بیاید که مربوط به امو شرايين کوچک است که در قسمت متوسط قرار دارد و یا یکی شرايين کوچکی که به شکل محیطی میتواند این ساحه را ایروا کنه است. در اینجا پیش مریضا کورتیکال بولبر و کورتیکوسپاینال ترکت به شکل اعراضش موجود است. کورتیکال بولبر به این معنا که از قسمت مغز و ساحه‌ای که ما بولبس به اصطلاح یاد میکنیم مشکل است در بلم، به حساب مشکل است در تکلم، مشکل است در حرکات سیستم upper gastrointestinal system و همچنان کورتیکوسپاینال ترکت است که همون اعراض حرکی است که حساب کانترالترال همیپلیژیس برش میته، کانترالترال فیس این آرم پارالیسیس میته، چون ای ساحه است که ایجا دیکوزیشن به اصطلاح اجرا نشده به خاطر کانترالترال. سریبرال پدنکل اگر موف شده باشه اتاکسی و مشکل در بالانس و گیت با وجود میاد. این یک منظره مید برین است. میگذاریم مید برین قسمت بالاترین قسمت از ساقه دماغ است که میتونه به شکل قدامی، متوسط و همچنان خلفی موف شود که از خود اعراض میته و اعراض از زیر سابق اینا سندروم گذاری کردن که ویبر سندروم عبارت از موف شدن قسمت پوستریور سریبرال آرتری هست که در اینجا میدبرین به این شکل یعنی قسمت های قدامی میدبرین مصاب میشه که میتونه اپسیلاترال یعنی طرف خود طرف از عصب سوم به اصطلاح پریز وجود بیاید و به طرف مقابل به اصطلاح همیپلیژی به وجود بیاید. یعنی همیپلیژی طرف مقابل، فلج عصب سه طرف. اگر بندیکت سندروم که در اینجا برانچ های پوستریور سریبرال آرتری اسوان به شکلی است که قسمت مرکزی از این مصاب شده و سندروم بندیکت میسازه که در اینجا مانند سندروم ویبر عصب سوم مصاب است در خود طرف و کانترالترال سریبرال اتاکسیا دارد. فرقش است که در او قبل که بود همیپلیژی داشت در اینجا که از اتاکسی دارد. و قسمت آخری که عبارت از رینال سندروم است. سندروم رینال سندروم عبارت از در اینجا مصاب میشه کولیکول سوپریور که قسمت خلفترین قسمت از میدبرین است که پیش مریض مشکل در گیز است، مشکل در دیدن است، مشکل در حرکات چشم است. خصوصا نمیتونه مریض چشمای خود به حساب بالا کنه. پاپیل ها در مقابل لایت رفلکس خاطس میته، بلکه در مقابل اگر یک شای برش قرار بدیم و آهسته نزدیک کنیم پاپیلا رفلکس داره. ختم کانورجنس رفلکس پیشان موجود است. اگر مشکل بزرگ باشد این ساعت سبب بندش اکویدکتس میشه. وقتی که اکویدکتس بند شد پیش مریض میتونه نان کامونیکیتینگ هایدروسیفالوس تأسس کنه. از نظر از اینکه فرق کنیم که کدام حالات ما ببینیم که در آنتریور سرکولیشن دیده میشه، کدام حالات در از اون دیده نمیشه، در پوستریور دیده میشه، این چارت یک اندازه کمک میکنه. اگر پیش مریض ما سردردی بباشین، سرگیچی و همچنان بیلانس مشکل داشت، نشان دهنده پوستریور سرکولیشن است. اگر پیش ما کراس همیپلیژیا و دیسوسییشن اف سنسوری لاس موجود بود، این هم پوستریور است. بایلاترال دیفیسنت، اگر دو طرفه دیفیسیت ما مثلا دو دست یک جای فلج شده، دو پای یک جای فلج شده، یگانه جایی که نشان دهنده این موفیت هست برین استم است. اگر علائم سریبیلر موجود بود، علائم حرکات چشم موجود بود، بخصوصا آینوک و اینترنوکلر آفترنوکلگی موجود می باشه یا گیز دیویشن باشه، اینجا نشان دهنده است که مشکل ما مشکل در برین استم است. سنسوری لاس آور 5152 که میگیمش به این معنا که سنسوری لاس آورده این قسمت و این قسمت اگر احساس روی ما از بین رفته بود مشکل در برین استم است. هارنر سندروم هم نشان دهنده از این است.
از نظر دیفرنشیال دیاگنوزش تراوماها هست، انتانات هست، به خصوص مننجایتس هست که باید این نقطه را یک کمک واره ما هم سرش میایم. مننجایتس حالتی است که مریض یک تب بلند داره با تخرشیت، با ای که یک سردردی زیاد مراجعه میکنه، در چند ساعت میتونه وضعیت مریض خراب شود و این اگر تداوی نشه به مرگ می انجامه. تداوی از این هم به شکلی است که باید دکتر باید بفهمه که آیا پیش مریض یک وایرال مننجایتس است یا یک باکتریال مننجایتس، در صورتی که اگر امکان باشه تپ سپاینال فلوید میشه، اگر نباشه میتونه امپیریک دوائی خود شروع کنه. انسفالایت در صورتی است که پیش مریض اعراض نورولوژیک هم همچنان ظاهر شده باشه، با شمول اعراضی که بالا گفتم. تب داره مریض، مثلا لترژیک هست مریض است، اما وقتی که پیشش اعراض نورولوژیک ظاهر شد، نشان دهنده موقعیت خود نسج برین یا مغز است که علتهای مختلف میتونه داشته باشه، از علت انتونی گرفته تا علت ویروس است. خصوصا بخش ویرال از این خیلی مهم است که در اینجا هرپس ویروس تایپ 1 و تایپ 2 سبب میشه که انسفالایتس به وجود بیاره. در این حالت خوبتر است که ما تب خود داشته باشیم که نظر به سپاینال تپ ببینیم که آیا پیش مریض ویرال است یا یک مشکل باکتریال است. دیگه چیزهایی که سبب بلند رفتن فشار داخل مغز میشه، اگر تومور باشه، اگر خونریزی باشه، اگر سبدورال هیماتوما باشه. دیگه ای که مریضایی که مرگی دارن میتونن در سیر یک حمله مرگی یا بعد از حمله مرگی یک پارالیزیس یا پارالایزیس بهشون به وجود بیاد. کسایی که میگرین دارن میتونن اعراض نورولوژیک بده. کسایی که امراض متابولیک دارن، مثلا دیابتیک هستن که وقتی که فشارشان خونشان شکرش بلند رفت یا پایین رفت، همچنان میتونه سبب به وجود آمدن اعراض کوتاه مدت نورولوژیک شود. کسایی که قلب استاد شده و کوشش شده که بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه یکم با دیلی زیادتر دوباره به فعالیت آغاز کردن، پیتانه که پیش از اونها یک اسکیمی عمومی مغزی به وجود بیاد که او هم از دیسکوپ هست. مگم فکر نکنم در افغانستان ما یک حالت را داشته باشیم. درگ و نارکوتیک اووردوز همچنان میتونه که به شکل خودش میتونه که امبولی بده، دویی که میتونه سپتیک امبولی بده و سه‌ای که میتونه سبب واسکولایتس شود و واسکولایتس نظر به موقعیت خود میتونه سبب یک انفارکت شود که خودش در سایر مریضی میتونه باز دکتر صاحب اگر خواست، دکتر صاحبای ما و همچنان اگر ضرورت به این بود که ما تشخیص تفریطی اجرا شود از این مریضا اجرا کردن. هدف از تحقیق و معاینات در نزد مریض این است که بفهمیم که پیش مریض علتی که به وجود آمده واسکولار است، یعنی چی نوع حالت واسکولار به وجود آمده، یعنی به این معنی که مشکل نباشه که یک پست مرگی، یعنی بعد از یک پست سیجر یا بعد از به ترکیب یک مرگی یک مشکل نباشه که او بخی علت واسکولار نیست بلکه علت سلولار است که او فرق میکنه. و این چیزا رو باید با هدف ما است که فرق کنیم که مشکل اگر واسکولار است در او چیز کدام نوع واسکولار است، مشکل در حلقه است یا مشکل در یک بلیدینگ است. علت ازی که به وجود آمده در این حالت واسکولار چی است؟ آیا ایمبولیسم است؟ آیا اینجا پیش مریض ما یک مشکل اریتمی قلبی داره؟ آیا مشکل در کلسترول است؟ آیا مشکل در فشار بلند مریض است؟ علت از این چی است؟ و ریسک فاکتورایی که پیش مریض چاق است؟ آیا مریض از نظر فامیلی کدام مشکل ژنتیک داره؟ آیا مریض سیگرت میکشه؟ آیا مریض الکل ابیوز میکنه؟ این از جمله اهداف است که ما در طی مراحل تحقیق یک مرض یا تشخیص یک مرض ما این را باید انجام. برای خاطر در مرحله عاده که پیش مریضا چی انجام میشه عبارت از این است. اگر با سوال ما بی باشه که مشکل واسکولار است، باید یک سی تی کنیم. سی تی یگانه کمک در مرحله عاد میکنه که برای ما نشان میده که خونریزی هست پیش مریض یا نه. ما امکان نداره ببینیم که پیش مریض استروک در روز اول یا در ساعت‌های اول ما تغییر در نسج از مغز ببینیم. اگر ام‌آرآی باشه، ام‌آرآی میتونه همین برای ما نشان بده که پیش مریض آیا استروک عاد است یا نه. همین فرقش از سی تی است که در ام‌آرآی باز بهتر ما میتونیم استروک ببینیم. فرقش سی تی خوبیش نظر به ام‌آرآی است که نظر به خاطر خونریزی که چیزی بسیار عمده است اینجا، سی تی برای ما خیلی حساسیتش نسبت به ام‌آرآی بلندتر است و به او خاطر
خوبتر برای ما واضح میکنه که پیش مریض ما خونریزی است یعنی. این سوال دوم ما ببینیم it is ischemic or hemorrhage. در اینجا همچنان نمی گپ است آیا که اسکمی هست پیش مریض به وجود آمده یا هemorrhage. اسکمی رو نمیتونیم در مراحل اول در CT ببینیم بلکه در MRI میبینیم و همچنان خونریزی رو نمیتونیم در مراحل اول به خوبی در MRI تشخیص کنیم. باید سکونس های مختلف در اینجا به کار ببریم. مریضایی که خونریزی دارن اکثرا مریضای نارام هستند، شارشان زیاد بلند است، امکان است که استفراغات داشته باشه و MRI خودش یک معاینه است که وقت زیادتر هم میگیره. مریض باید ثابت شیشته باشه یا ببخشید مریض باید ثابت قرار گیره در سلایدر MR که اینجا خودش یک به حساب محدودیت هایی داره. با سوال سومش is it سبب for hemorrhage. آیا یک SAH پیش مریض موجود است یا سبب اخمیدال هemorrhage پیش موجود است که اینجا بهترین کار ما CT است. اگر CT ما نگاتیو بود باید از مدت 8 تا 12 ساعت البته باید دید نظر بگیریم. مریض با تندر کلب هدک میایه با یک سردردی آنی میایه CT پیش اجرا میکنیم CT نگاتیو است. مریض نباید بیرو بگیریم که برادر تو CT جور است پشت خونریزی نیست برو خداحافظ. مریض باید مدت 8 تا 12 ساعت بعد به خاطر از اینکه ما زانتوکرومی را پیش مریض ببینیم باید یک تپ سپاینال پیش اجرا شود که در اوج بلاد پروداکت ما باید پیدا کنیم که عبارت از همون معلوماتی است که در مورد بیلیروبین و همچنان زانتوکرومی که شامل بیلیروبین است، اکسینوگلوبین است و غیره میتونیم در چیز ببینیم. یک تپی که با خونریزی انجام میشه هیچ وقت ازش نترسین، کدام گپی نیست. اگر ما اسپاینال تپ میکنیم دوجه خون میآید و این زمان CSF هم داریم، او خون فرق میکنه نسبت به زانتوکرومیک تقریبا 6 تا 12 ساعت از گذشته که کدام مشکل نیست. اما بعد از اینکه یک تپ به اصطلاح خوندار اگر کرده باشیم 6 تا 12 ساعت بعد از او تپ دوم ما باز مورد اعتبار نیست. Is there any cardiac source of embolism؟ آیا کدام مشکل در cardiac source است؟ یا ECG را میبینیم یا کاردیوگرافی پیش مریض میکنیم و یک ECG هایی که دوامدار است بعض وقت تلمتری مریض را قرار میدیم و یک دیوایس برش میدیم میبینیم که در طی چند روز آیا پیششان کدام پاروکسیسمال اریتمیا میآید یا نه. اگر مشکل در واسکولار باشه علت مشکل واسکولار باید پیدا کنیم که در اینجا میتونیم دوپلکس اولتراساوند اف کاروتید که اولتراساوند شیرانه کاروتید دیده میشه که آیا در اینجا پلاکس موجود است، آیا در اینجا بندش موجود است، ستینوزیس موجود است، چی هست. همچنان MRI ارتوگرام میتونه اجرا شود، CT انژیوگرافی میتونه اجرا شود در صورتی که اگر مشکل در کاروتیدها دیده شود یا ای که مشکل در داخل قفل باشه. بعضی وقت ستینوزها یا بندش های شریانی از سبب کلسیفیکیشن میتونه در داخل خود قفل دیده شود. نظر به درجه از او، نظر به معافیت و مشکلاتی که آمده تعیین تداوی و قدم بعدی باز در نظر گرفته میشه. کانتراست آنژیوگرافی که عبارت از DSA یا دیجیتال کانتراست آنژیوگرافی هست اجرا میتونه در صورت شبکه مریض ما سوال به این باشه که پیشش آیا سبب هemorrhage از سبب AVM یا یک انوریزم به وجود آمده. ریسک فاکتورها چی است؟ به او خاطر ما باید پیش مریض بلاد کاونت بگیریم، میخوایم پیش مریض کلسترولش رو ببینیم، بلاد گلوکوز رو ببینیم و بعضی از علتهای دیگه. البته یک نکته که بسیار مهم است کسی که پیشش یک استروک تأسس کرده پیش از او باید کلسترول از نسبت به اندازه‌ای که پیش مریضای عادی کم میکنه. من کلسترول پیش این مریض ها باید اندازش فرق میکنه دیگه هم از باید کم شود پیش این مریض ها. ای بود هدف ما از لکچر دوم. لکچر سوم باز میایم بعد از اینکه ما مریض خود اینوستیگیت کردیم در حالت اکوت چی باید اجرا کنیم با مریض برای 6 ساعت 12 ساعت 24 ساعت اول تا برای مریضای هم مریض استروک واسکولار از سبب اسکمیا و هم از سبب از اینکه خونریزی داشته باشه. فرق‌ها بین از چی است؟ چه قسم بتونیم به مریض خود بهتر برسیم تا مریض ما دیسچارج شه و پای خود برگردد خانه. بخیر ایره به یک لکچر دیگه تقدیمتان میکنم. امیدوار هستم که گپایی که گفته باشم قابل فهم بوده باشد چون موضوع بسیار خشک بود تا اینجا و باید چیز حفظ میشد. به او خاطر شاید بعضی از گپایی باشه که ما زود گفتیم زودتر تیر شدیم ازش، اما اگر کدام نقص و نواقصی بوده از شما
بخوایم که معذرت خود به اصطلاح تقدیم کنم، با وجودی که لکچر کلان است. میخوایم که توجه کنین به نکاتی که گفتیم و در نکاتی که دو بار سه بار تکرار کردیم. حتما از نظر کلینیکی و از نظر از اینکه در پرکتیس ما مهم است و هدف ما او بوده. و دیگه ما وقت شما را زیادتر نمیگیرم. وقت خوش برتان میخوایم. شب و روز خوب. و اگر خواستین با دوستانتان این لکچرها را شریک کنین، برای من هم و به دیگه هم فایدهش خواهد رسید. خداحافظ.